برنامه برای یک شعری هم کمتر معلوم میده و هم یک وقتی کتاب بود تاگه توضیح خیلی به هر حال گرانتون تایید کنه من خیلی شو بیردم نم برنامه یک شب آن رنگ که مادر کشید با دو جهانش نتوان برکشید در دو جهانش ندید آن روی خوش تیغی نگه هر که بر رویش کشید. سلام و درودی به پایان ایثار دلهای پر احساس شما باد استادان عزیز و خوانندگان. شما را به ساعت تربیوی آماده کرده‌مان خوش آمدید میگوییم. مادر قیمت‌ترین نعمت روی دنیا، قیمت بلندترین شخصی بشریت است. من از مهر بی‌پایان و نوازش گرم مادر ما را به عالم و آدم آشنا ساخته است. زحمت شبانه روزی، بیدارخوابی، پربردار او تنها به خودش خاص بوده کس را به حیرت می‌ماند. حالا معروضه در اجرای ارزیف اکابیر. کلمه مقدس است. هر یک انسان از مادر به دنیا می آید. مادر هر یک فرزند خود را با مهر و به اندازه و محبت بی پایان به آینده می رساند. مهر و محبت مادر نسبت به فرزند به مثل است. مادر فرزندش را هنوز در وقتی در بطنش بوده دوست می دارد. احتیاط می کند تمام فکر و ذکرش برای صحت و سلامت طفلش را به دست گرفتن است. شاعران چی گفته است؟ یک شب آن رنج که مادر کشید با دو جهان نتوان برکشید. حالا معروضه دیگر در اجرای بابای یونس. مادر یگانه شخصی میمیست و غمها برای ماست. هر نفس از احوال ما پرسیدن است. مادر خودش نمیخورد و فرزندش را میخوراند. دلی صاف به آلایش دارد. برای فرزندش تیار است که حتی جان خود را فدا کند. ما فرزندان هم باید به قدر مادر برسیم. او را دوست داریم. دلش زیق شود. زیرا که دنیا به مهر و محبت مادر به هستی مادر هیچ است. تو مانند زمین تنهای مادر، تو مانند زمین ساختای مادر. مادرنامه در اجرای قاسم میرزا احمد. مادرم میروم از پیشی تو من با دفاعی شرف و شأن وطن. میروم تا که زیره پوشم من در ره فتح و ظفر پوشم من. خبر آمد که از تاراج من باز کرده سوی خود زاغ و زغن. مادرم بر سر خشم غضبم با لباسی گرم تن قتل تبم. میپرم سوی فضا مثل عقاب تا کنم زاغ سیاه را دریا. انسان بعد از رها گشتن از آغوش گرم مادر او را درک کند. زیرا مثل کنار مادر دیگری نیست. قرائت شعرها در وصف مادر. مادر دیلکم نمی‌کشاید به تو، شهده که خورم زهرم نماید به تو. گل را بکنم ورق ورق گردانم، بوی خوشی گل چیکار آید به تو. رنج دنیا برکشیدم قیمتی مادر نشد. سیم و زر را برکشیدم ارزشی مادر نشد. آنچه خوردم هر لذیذه در تمام عمر خود، لذتی شیری سفیدش قیمتی طلا نشد. مادر تو بهشت جاودانی مادر، خورشید بلند آسمانی مادر. سرچشمه میل به کناری تویی، ای کاش تا ابد نمیری مادر. یا هستی جاودان بگیری مادر، میر از سراسر و ورودش تا هست، ای کاش پایان نپذیرد مادر. ندارد و یک احترام مادر، نگرم به نور خورشید و نماز مادر. چو فرشته می نشیند و کنار بام مادر.
همه اشیای عالم زیباست، اما مادر از تمام موجودات عالم زیباتر و والاتر است. ادیبان دنیا، عالمان و بزرگان در وصف زن مادر بسیار سخنهای مهربان گفته‌اند. مادر ضمن این 5 حرف چقدر مهر و محبت، خوشگفتاری و خوشرفتاری، بزرگی مجسمه خاکساری نهان است. در عالم مقدستر از مادر موجودات نیست. آره، تمام هستی وجود ما از مادر است. محض به طفل جانکهانی مادر ما به دنیا آمده آدم نام گرفتیم. مادر شیر سفیدم دادی، دنیا به امید است و امیدم دادی. سن انسان چند نباشد، خواه 5 خواه 50، برای مادر نوازش و نگاهی وی ضرور است. سرود در اجرای محفلچیان. مرحبا. سخن به جانشین دیرکتور داده می شود. بچه‌های عزیز، امروز ما شاهدی ساعتی تربیتی شدیم که شما همراه امیدواران خود آماده کرده. موضوع بسیار موضوع جالب بود، موضوع مهم بود و این از آن شهادت می‌دهد که در حقیقت شما مادران خود را دوست می‌دارید، به قدر مادران خود می‌رسید، شعرهای ناز خوانده، سخنهای خوب گفته در وصف مادر، سرودهای نقص خوانده و این چنین یک صحنه‌چه بسیار هم جالب بود که اشک چشمان ما را آورد، بسیار تاثیر بخش بود. یعنی این از آن شهادت می‌دهد که شما در اون چیزی که در اینجا آماده نموده
حس کردید که چی هست. یک روز. هرچند مدتی کوتاه هم باشد این معلوم می شود که اون چیزی که هست از صفر هست. در حقیقت درک کردید موضوع انتخاب کردتون هم بسیار موضوع خوب بود، سخنها هم بسیار خوب بود، صحنه هم جالبی دقت بود، تاثیر بخش بود. من چی گفتم میخواهم که مثل که در اینجا با سخنها گفتیم، شعرها گفتیم، مادران رو وصف کردیم و در خانه نیست همین گونه مادران خود را حرمت نماییم. مادران غنیمت هستند. همچنین زندگی برای هر یکی غنیمت است و ما به قدر آن عمری که برای ما دادن و قدر آن کسانی که برای ما زحمت میکشند، مادر هست، پدر هست، برادر هست، و قدر همه اینها میرسه. در آینده نیز به چنین ساعت‌های تربیوی آماده می‌بینیم. من هم از همه شما میخوام یک بار دیگر تشکر گویم و آموزگاران هم که در اینجا زحمت کشیدن و هم خیلی همین بچه‌ها که توانستن در یک مدت کوتاه خیلی آمادگی نماز بینن و همه شما یک بار دیگر تشکر.